تسلیت بنویسیم یا تسلیت، قلف گویم یا قفل. رستم وهاب ادیب و دانشمند تاجیک در کتاب نوی خود با نام درست بنویسیم به مثل این دهها غلط و اشتباه نویسندگان، روزنامه‌نگاران و ساکنان را گردآوری کرده شکل‌های درست و صحیح و موقع کاربردشان را پیشنهاد کرده است. رونمایی این کتاب تازه‌نشر روز 5 نوامبر در تالار اتفاق نویسندگان تاجیکستان در دوشنبه صورت گرفت و برخی از اهل ادب از چاپ این کتاب پشتیبانی کردند. گلرخسار صفی شاعر شناخته تاجیک گفت که این کتاب تنها غلطگیری نبوده بلکه یک رساله کامل برای حمایت از زبان تاجیکی است که به گفته او در حال حاضر به غمخواری نیاز دارد. گلرخسار صفی در ادامه از وزارت معارف و علم تاجیکستان خواست که برای تقویت دانش زبانی خوانندگان تعلیم این کتاب را در مکاتب به راه بماند. کاری ما سر شد خوشبختانه انجام درست بودم. ما تو کی میگیم که خود 20 سال گذشته جنگ بود و جنگ برای خودش حتی جنگ هم واژه میسازه، حتی مثلا بدبختی هم واژه شعر خودش میسازه. من میخوام بگم که دیگه فصل اون رسیده است که ما باید کار ثبت کنیم و این کار رستم خودش کرد، از پیش خودش کرد. 500 دونه اصلا خنده‌آور است. این کار اتحادیه نویسنده‌ها کاری لجنه صدای شرق نیست. کار وزارت فرهنگ است، برای چاپش کار وزارت معارف است و این باید که در حقیقتا بالا میزان در سخیدات درست کنن باید باشه. بعضا در آهنگ گفتار غلط احساس می شود. این چیز هم بسیار نطاقان، بسیار بگویم که راویان، حتی در خواندن غزل های کلاسیکانمان در وزن قافیه غزل اشتباه می کنند که این هم وقتی که از منبرهای بلند از رادیو تلویزیون صدا می دهد و امروز تلویزیون ما رو که از طریق ماهواره جهان خصوصا جهان فارسی زبانان می بینند و می شنوند، این واقعا هم جای اندیشه است. این واقعا باید ما سر این چیز اندیشه کنیم که از خجالت بیرون آییم. خیلی دلیل های زیاد اینجا آورده شده است. این حال یک طوری که اینجا گفتن یک اقدام اول است. این اقدام باید ادامه یابد، دستگیری یابد. در همین حال عبدالحمید صمد از نویسندگان معروف تاجیک هم تاکید کرد که با توجه به اینکه بخش‌های سخنشناسی و روزنامه‌نگاری در بسیاری از دانشگاه و دانشکده‌های کشور هستند، توزیع این کتاب در مؤسسه‌های عالی تعلیمی نیز از منفیت خالی نخواهد بود. درست بنویسیم در حال در شکل یک کتاب به دست خواننده می رسد که بسیاری از قسمت‌های آن در شکل‌های علاهیده در صحیفه همنامش در شبکه فیسبوک طی 2 سال باز نشر شده، در پی آنها بحث‌های مختلف نیز صورت گرفته است. این کتاب حالا با تعداد 500 نسخه در نشریات سخن در دوشنبه روی چاپ آمده است.